آدمایی که تنهایی رو انتخاب میکنن دیوونه نیستن، دل شکستن. یه جایی توی مسیر زندگی فهمیدن سکوت تنهایی امن‌تر از هیاهوی آدمای بی احساسه. فهمیدن بعضیا نیومدن برای موندن یا مرهم شدن، اومدن که فقط زخم بزنن به روحت. برای همین دیگه خودشونو کنار کشیدن، نه از روی غرور، از خستگی، خسته از اعتمادایی که شکسته شد، خسته از محبتایی که بی پاسخ موند. دیگه نه دلشون میخواد شنونده دردای الکی کسی باشن، نه تکیهگاه آدمایی که وقت نیاز ناپدید میشن. آدمایی که تنهایی رو انتخاب میکنن با یه فنجون چای یا قهوه، یه موزیک آروم، با فکرهای شبونهشون حال میکنن، چون خوب فهمیدن تنها تکیهگاه واقعی تو این دنیا خودتی، نه آدمایی که یه روز هستن و یه عمر نیستن.